منتظر یک دست نگر های ما با دست هوای روان کردگیم وای افلاس باشه تا ها زیره سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خود را از نام استودیو میبیل با کلی مردمی که ما را میبیند میرسانم. برادرها، همین انسانی که در روی اکران شما میبینید برادر، یک خواهر عزیزی ما با ما همین روز مراجعت کرد که همین انسان یک تلفن و 5000 روسی همین خواهر ما را باید به تاجیکستان میبرد میرسان. این خواهر عزیزی ما را فرزندش معیوب است، کسل است، باید میبرد دست همو میرسان. برادرها، این برادر رفت است، نه نامرش کار کنه نه هیچ. باوری کرده این خواهر ما در همین داد است. الحال طولی چند روز میشود که نه خدشه نه خبرش. برادرها، کسانی که همین را میشناسه این رسمش در روی اکران. برادرها، بازی با خواهر ما گاو میزنه، با دقت برادرها گوش کنه. التماس همین نوارا پام کنه که دیگرها ببینن، شوتیم همین را بشناسن. و کسانی که مهمانی نوای برادرها حتما در اومده پادپیسات کنه و کلاکولچکا بجخین از ویدیو آینده ما با خبر باشین. در پناه الله، خدا نگهبانتون. علیکم برادران غریب، برادران کدومی که در تاجیکستان هستند مرا میشنوند، همه شما اکاود دارم یک التجا یک خواهش دارم. من روز 23 به دست دیلوار گفتگی سال تولدش 1981 ماه اکتبر خچه ای گئی ای طرف 82 میگن گئی میگن ای هموجا گرفته. من به دست هوا یک تلفن در به مبلغ 12000 روسی در دروی تلفن با 5000 دیگه من راستی یک بچه معیوب دارم. من به خاطر امو تلفن روان کردم که مقصد خیلی که شما میدونین که معیوب کی نیاخه وایده یک منتظر یک دست نگر های ما به دست هوای روان کردگیم وای افلاس باشه تا ها زیره بجایی که یک زنه که دستگیری کردنش تا ها زیره همون تلفن برده دادگی نیست. هر وقت مقصد بچه ما زنگ میزنه که اوچه جان همون تلفن چشید من باور کنم نمیدونم چیکار کنم کجا را پرسم. من راستی یک بگیم همی بیوزن هستم در همی شهر مسکو در غریبی کار میکنم، ستیل کشیده کار میکنم. معاشم 22000 باور کنم من معاش گرفتم. من تلفن 12000 خریدم با 5000 دیگه در دوری تلفن موندم. گفتم که اکا جان اکا دیلوار این همه انی راه پلیتون این هم 5000 در دوری تلفن پاکوف که کردم. مقصد روان کردم که التماس نمره تلفنی بچه های کلونی هم نویستم که اکا جان همیره فرامدن همیره التماس پیش تاکسی سخوات همی روان کنین کروان تپا روان کنین بچه همی همیگیره تو ها زیر وای نه زنگ زدگه نه تلفن بردگه یا دختره که شناسم بدرستی هوای گفت که وای شایطون های گفت یا دروگو های گفت کاروچی با نمیدونم دسته کسیگرم هم خیلی کردگی بدگی های. من حیران میشم که التماس های شما خواهش دارم که همین آدم از صورتش این روان کردگی هم التماس اگر مرا میشنوین یا مقصد چی میکنین التماس میکنم از شما که همین آدم بشناسین که مقصد بدونین شاگون همسایه خیش تبار شای التماس میکنم از شما دادرش دلشاد نام داره همیره یافته امیره بگن که خواهش میکنم همین تلفن روان کنه و همون به دستی مثل تاکسی قدی به دستی همون بچه غریب مده برده بتیم.